این کتاب نظریه برای تاریخ هنر یه بهانه‌ای شد که امروز من راجع به در واقع یه بخشی از چیزی که در کتاب بشه وجود داره صحبت کنم و اونم نظریه مارکسیستی و رابطه‌اش با تاریخ نگاری هنر. چون اسم کتاب در واقع نظریه برای تاریخ هنره، من در واقع در ارتباط با نظریه مارکسیستی و نسبتش با تاریخ هنر صحبت میکنم. کتاب خب مشخصا یک اینتروداکشنه، یعنی یک کتابیه که با فصل‌بندی‌هاش و اینها سری نظری پرداز متفکر به شکل انتقادی مهمی رویکرد انتقادی داره به تاریخ نگاری هنر و تاریخ هنر و اومده در قالب در چارچوب دیدگاه‌های مختلف اون مطرح کرده. رویکرد انتقادیش وقتی که بهش رجوع می‌کنیم خیلی روشن میشه، یعنی یه تعداد زیادی اسامی رو که وقتی نگاه میکنید ببینید که اینا بیس در واقع فکری اکثرشون اگر همشون نباشه خب مارکس، یعنی اساساً خب گره خورده نظریه انتقادی با مارکس. کاری هم که من امروز در واقع میکنم همینجا رو گرفتم، چون یه عنوانی هم داره برای مارکس و از اون شروع میکنم و رابطه نظریه مارکسیستی از حالا شکلی متقدمتر تا بحثای امروزیش. فکر کردم از یک چند خطی از خود کتاب بخونم و بعد بیفتیم توی متن. اما در واقع بخشی که مربوط میشه به مارکس میگه به دو طریق ما میتوانیم نظریه مارکسیستی را درک کنیم. اولی که نظریه مارکسیستی نقد انقلابی بر جامعه سرمایه‌داری است. مارکس شخصا با توجه به بی‌عدالتی و ستم سرمایه‌داری صنعتی و روابط اقتصادی قرن 19 میلادی نیاز به تغییر اجتماعی را حس می‌کرد. او چگونگی رفتار سرمایه‌داری صنعتی و نقش این نظام در ستم وارده را تحلیل می‌کرد و برای این تغییر و در نتیجه پایان دادن به درد و رنجی که مسبب آن سرمایه‌داری صنعتی به شمار می‌رفت پیشنهادهای ارائه می‌داد. مطابق هدف ما در این کتاب دومین و مهمترین راه برای فهم نظریه مارکسیستی در نظر گرفتن آن نه تنها به عنوان راهی برای تحلیل روابط اقتصادی زیربنا در اصطلاحات مارکسی، بلکه تحلیل ارزش‌ها و نقطه نظراتی است که سرمایه‌داری صنعتی تولید کرده و بر امور غیر سیاسی یعنی مذهب، ادبیات، سایر محصولات فرهنگی روبنا در اصطلاحات مارکس تاثیر گذاشته است. نظریه مارکسیستی بر سرشت ایدئولوژیک تمام امور انسانی تاکید دارد. چیزی که تو هم چند خط مشخصه اینه که نظریه مارکسیستی در عرصه هنر نگاهش در واقع به هنر به عنوان چیز بخشی از اون روبنا شامل در واقع سیاست، شامل در واقع جامعه و خیلی چیزهای دیگه‌ای که هست و حالا اینجا مشخصا فرهنگ که از دلش در واقع هنر اومده بیرون و متوجه این مسئله است نقدش که چطور چنین چیزی متأثر از روابط تولید، متأثر از زیربناست، متأثر از روابط اجتماعی و نمیتونه چیزی خود آیین باشه و نمیتونه در واقع چیزی در خود باشه و جهانی باشه موازی جهانی که ما تجربه میکنیم. به این معنی نظریه مارکسیستی هنر در نسبت با تاریخ نگاری چیزی نمیدونه شامل در واقع یک توالی رویدادها، چیزی نمیدونه که در واقع توصیف کنه فقط اون رویدادها رو. از این حرف میزنه که تاریخ نگاری در واقع که باید شکل بگیره تاریخ نگاری تحلیلیه، تاریخ نگاری اجتماعیه و بر اساس توجه کردن به روابط تولید، بر اساس توجه کردن به اقتصاد سیاسی، روابط اجتماعی و در عین حال این تاریخ نگاری نمیتونه متکی باشه بر زیبایی شناسی فلسفی به معنی
یک نگاهی که اموری رو از چندین هزار سال بعد قبل جدا میکنه، در قالب در واقع اموری که یک رابطه همدلانه و بی‌غرضانه قرار شکل بگیره صورت بندی کنه و نمیتونه چیزی باشه خارج از اون کانتکست اجتماعی، خارج از در واقع کانتکست سیاسی و چیزی لزوما قابل استخراج در دوره‌های مختلف بدون تبیین این که اونها چه نسبتی با امور پیرامونیشون دارن. به این معنی در واقع شکلی از تاریخ نگاری مورد توجه قرار میگیره که نگارش کار تاریخ نگاران ظاهرا نیست، کار جامعه شناسانه بیشتر و اساساً رویکرد جامعه شناسی هنر که تو این هیت ما میتونیم اسمش رو بذاریم جامعه شناسی زیبایی شناسانه، یعنی جامعه شناسی که متوجه نقد فلسفه زیبایی شناسیه. اگر فلسفه زیبایی شناسی رو ما یک اسم مهم فلسفه هنر در نظر بگیریم، فلسفه زیبایی شناسی رو عرض می‌کنم، نه زیبایی شناسی، به عنوان یک قسم مهمی از فلسفه هنر در نظر بگیریم که با شکل‌گیری تاریخ نگاری هنر در واقع نقش اصلی و در اطلاق هنر و متمایز کردن هنر از درون زیست تاریخی داره. به این معنا جامعه شناسی زیبایی شناسی متوجه نقد اون، متوجه ذات انگاری اون چیزیه که به عنوان هنر استخراج میشه و متوجه نقد اون صورتبندی‌های کلاسیک تاریخ هنره که انگار میشه هنرمندا رو در امتداد هم خوند، سبک‌های هنری رو در امتداد هم خوند و نتیجه گرفت این سبک پیامد اون سبک، این هنرمند متأثر از اون هنرمنده و یک زنجیره‌ای رو ساخت خارج از اون روابط تولید و روابطی که دیگه باش سر کار داریم. کاری که من امروز سعی میکنم اینه که یک جایی شروع میکنم که قاعدتاً باید توی نظریه مارکسیستی مهمترین باشه، یعنی از اون باید شروع کرد به شکل کلاسیکش. اونم اینه که استدلال کنیم از اینکه هنر یک تولید اجتماعی از سنخ بقیه تولیدات اجتماعی و استدلال کنیم از اینکه در واقع یک برساخته اجتماعی. باز توی کاری که من امروز میکنم من اصولا عادت ندارم چیزی رو سادهش کنم، یعنی اون چیزی که اون پیچیده، اگه راجع به در چارچوب نظریه مارکسیستی ما داریم صحبت میکنیم، شکل بست بحثم باید شکلی باشه انگار ما یک پازلی رو داریم کامل میکنیم، انگار یک پرسپکتیوی رو داریم تکمیلش میکنیم. چون نقد جدی نظریه مارکسیستی روی تاریخ نگاری هنر هم خطی کردن رویدادهاست در امتداد هم و جدا کردنش از بقیه اون چیزیه که در زیرساخت، در زیربنا و روبنای نظریه مارکسیستی شکل میگیره. بنابراین شاید یه خورده تو بحث من دقت لازم باشه که این پازل چطور داره تکمیل میشه در چارچوب نظریه مارکسیستی. من باید یه خورده روشن‌ترش بکنم قبل از اینکه این پاورپوینت رو با هم ببینیم. طبیعتاً هر بحث و نظر پرسشی نبود، فکر کنم بهتره بذاریم آخر سر که این پرسپکتیو تا یه حدی کامل شده باشه. من بخشی از کتاب جامعه شناسی هنر رو می‌خونم، دیوید انگلیس. این کتابیه که به نسبت کتاب‌های جامعه شناسی هنر در ایران کتاب بروزیه. بحثاش به نسبت بحثایی که دانشگاه ارائه میشه بحثای مهمتری اون اختگی بحثای آکادمیک دانشگاهی در ایران رو نداره و خیلی صریح نوشته شده و از جامعه شناسی زیبایی شناسی هم توی فصلش میرسه به جامعه شناسی زیبایی شناسی نامرئی یا جامعه شناسی زیبایی شناسی روزمره که اصلا یه کیس دیگه ای ما امروز خیلی نمیتونیم خیلی سرش. میگه هنر در کاربست امروزینش در جهان غرب معمولاً بر مجموعی از چیزها دلالت دارد که شامل برخی انواع نقاشی‌ها، مجسمه‌ها، کتاب‌ها، اجراهای نمایشی و موسیقیایی و مانند اینها می‌شوند.
در برداشت‌های رایج برخی آثار به نحوی روشن و انکارناپذیر واجد ماهیت هنری دانسته می‌شوند. طبق این برداشت‌ها اینکه فلان غزل شکسپیر، نقاشی ون گوگ یا نمایشنامه گوته واقعاً یک اثر هنری است، نیازی به اثبات ندارد. زیرا آثاری از این دست آشکارا ماهیت هنری دارد. گویی هنر واجد نوعی ذات است، به طوری که برخی چیزها آشکارا هنری اند و برخی دیگر نه. اما اکثر مکاتب جامعه شناسی هنر این نوع برداشت متعارف درباره چیستی هنر را به کنار می‌نهند. نقل قول یکی از دوبینیا بود. و در عوض چنین استدلال می‌کنند که هیچ اثری ذاتاً خصلت هنری ندارد. جامعه شناسی هنری بودن یک اثر هنری را کیفیت ذاتی و لاینفک نمی‌داند، بلکه بر این باور است که هنری بودن برچسبی است که از سوی برخی گروه‌های ذی‌نفع به شی داده می‌شود. درست به این علت که منافع اعضای این گروه با هنری خواندن آن شی تامین می‌شود. این نقل قولی از هوارد بکر از کتاب معروفش جامعه‌های هنری 1982. این فرآیند برچسب‌زنی ممکن است کاملا غیر عمدی و ناآگاهانه باشد. در هر صورت ایده اصلی اکثر جامعه شناسان هنر همین است که هنر هیچگاه خنثی و بی‌طرف نیست. همواره منفعت برخی گروه‌های اجتماعی چنین اقتضا می‌کند که به ابژه خاصی برچسب هنری زده شود یا برعکس ابژه دیگری از این برچسب محروم شود. این نقل قولی باز یک جامعه شناس هنر دیگه ژنت ولف. به بیان دیگر از دیدگاه جامعه شناسی هنر پیوندی دائمی و مستحکم با سیاست دارد. آن هم سیاست در وسیع‌ترین معنای کلمه، یعنی در معنای تضادها و ستیزهای موجود بین گروه‌های اجتماعی مختلف. پاراگراف آخر، چیزهایی که آثار هنری نامیده می‌شوند همواره بخشی از جهان اجتماعی هستند. ولو برخی گروه‌های ذی‌نفع ادعا کنند که این آثار به نحوی در بالا و برای جامعه و در قلمروی متعالی واجد حیاتی از آن بود. ضدیت جامعه شناسی با رشته دانشگاهی زیبایی شناسی نیز ریشه در همین دارد. این نقل قولی از بوردیو. خب ما این فرضیات در واقع میریم سر همین موضوع که آیا هنر برساخته اجتماعی؟ طبیعتاً ما یه تو این دور زمان پذیرفته ایم که هنر برساخته اجتماعی و توی جامعه شناسی هنر یک فرض خیلی مشخصی وجود داره که اصلا هنر به شکلی من می‌فهمم یک ابداع امروزی خیلی فراتر از چیزه و این یک چیز مفروضه، یک ابداع است. حالا ما باز سر این امروز خیلی فرصت نمی‌کنیم مگر توی گفتگویی که شما داریم سرش بخوایم صحبت کنیم. خب برای اینکه ما بریم سر این که صحبت بکنیم از اینکه در واقع هنری برساخته اجتماعی و طبیعتاً بتونیم نتیجه بگیریم که چه میزان نقد بر تاریخ نگاری هنر وارده و اساساً تاریخ نگاری هنر به چه شکلی باشه و بعد از اون آیا اصلا تاریخ نگاری هنر امکان پذیر هست یا نه. یعنی همه اینها چیزهایی که ما اون بخش آخر آیا میشود تاریخ هنر نوشت، این بخشی که ما بخش آخر هستن میگیم سمتش. خب این تقسیم بندی که اینجا هست اینم تقسیم بندی که هوارد بکر در اون کتاب جهان‌های هنری چیز می‌کنه. مثلا این تقسیم بندی رو من خلاصش کردم، یک چیزی که خورده آپدیتش کردم و اون چیزی که می‌بینیمش. خب مثالی که هوارد بکر میزنه تو در حوزه موسیقیه در اون کتاب و حوزه‌ای که به نظر میرسه به قول خودش یه خورده تازه حد زیادی فردگرایانه‌تره و موسیقی‌ها یه مقدار زیادی در خودشون درگیرترن. اما از این صحبت میکنه که چطور همچین چیزی به شدت اجتماعی. نیروهای حاصل از فعالیت‌های گروهی، نیروهای فعالیت‌هایی که لازم است انجام شود تا به عنوان مثال کنسرت موسیقی و سرانجام برسن. این فعالیت‌ها از این قرارن: اختراع سازها، ابداع نوت‌نویسی، آموختن چگونگی نواختن سازها از روی نوت، فراهم کردن زمان و مکان لازم برای تمرین، انجام تبلیغات و بلیط فروشی و اعلام تاریخ برگزاری کنسرت و فراخواندن مخاطبان آشنا با نوع موسیقی. تو هر کدوم اینا میشه یک زیرشاخه‌ای تو خود توضیحات خودش تو کتاب همینا رو ریزم کرده که چطور هنرمند با یک گستره عظیمی از حوزه‌ها طرف در حیطه همون موسیقی و اینا همه روش تاثیر میذارن بر نحوه نیروهای حاصل از تبادلات تکنولوژیک، دسترسی به فناوری و توانایی استفاده از آن در نسبت با سازوکارهای سرمایه‌محور تکنولوژی. همین یک مقوله تکنولوژی رو ما در نظر بگیریم راجع به خیلی از حوزه‌ها، مثلا که به خصوص مثلا فرض کنید با تکنولوژی مثلا با دیجیتالیسم طرف حوزه‌های مثلا ویدیو آرت و خلاص با خیلی چیزا هست و این تکنولوژی ما دارن تبارشناسیش مهمه. ما اینجا راجع به تکنولوژی داریم صحبت می‌کنیم، از علم صحبت نمی‌کنیم، از یک حوزه‌ای داریم صحبت می‌کنیم
که توی نگاه هایدگر اسمش میذاره گشتل، در واقع چیزیه که فرضیه که جهان رو تخمین پذیر میکنه. یعنی از منظر هایدگر ماهیت تکنولوژی جدید گشتله و این ماهیته که ما رو دچار این توهم میکنه که جهان رو میتونیم کاملا محاسبه پذیرش کنیم. این محاسبه پذیر بودن گره میخوره با یک جور در واقع نگاه قرن 17 به علم، به ساینتیفیک نالج به معنی کاملا پس از دکارتیش، به این معنی که فرض بر اینه که امور مثل هندسه، امور در واقع ریاضیات میتونن جهان رو محاسبه پذیرش کنن و وسایل آزمایشگاهی و اون چیزی که بعداً در چارچوب پوزیتیویسم ما میشناسیمش همون چیزهایی هستند که ما رو دچار این تصور میکنن ما تمام این امور این جهان قابل شناسایی، قابل محاسبه. تکنولوژی پیامدش در واقع تکنولوژیه که قراره که مبتنی بر این چارچوب علمی به ما نشون بده و اثبات کنه که این در واقع معقول جهان کاملا قابل محاسبه، اندازه‌گیری. پیامدهای در واقع چنین چیزی چیه؟ پیامدهای اینه که ما به عنوان کسایی که در این جهان داریم زندگی میکنیم به این باور میرسیم که در واقع همه چیز در قید ماست، همه چیز در چارچوب محاسبه ماست به معنی میرسه و وقتی که ما اینو بذاریم کنار شکل‌گیری سرمایه‌داری کنارش در واقع به این مسئله میتونیم برسیم که چطوری تکنولوژی میتونه در نسبت با سرمایه‌داری به گسترش خودش کمک کنه بدون اینکه علم در واقع چنین گسترشی رو انجام بده. میشه مثالش مثلا فرض کنید تو این چیزا زد که فرق اینها هست، مثل این میمونه که ما دانش ساخت ساعت داشته باشیم در چارچوب یک مقوله علمی و ساعت بسازیم در چارچوب تکنولوژی، بتونیم موتور بخار اختراع کنیم و ریل کشی بکنیم. این دومیه و میزان ریل کشی، میزان ساعت سازی کاملا چیزیه که قرار نیازهای خودش رو بسازه، مصرف کننده باشه بسازه. بنابراین اساسا تکنولوژی در نسبت با مصرف، تکنولوژی در نسبت با سرمایه‌داری تعریف میشه، لزوما علم چنین ماهیتی نداره. بنابراین این تکنولوژی، این کلمه‌ای که خیلی به دقت انتخاب شده، چون جاییه که هنر رو پیوندش میده با سرچشمه‌های چیزی که به نظر خنثی میرسه در جهان امروز وقتی ما از تکنولوژی صحبت میکنیم، اما کاملا نسبت داره به اینکه نیازهای ما رو تولید کنه، به اینکه وارد حوزه‌های مختلف مثل هنر بشه، وارد رسانه‌های هنری مختلف بشه و در نتیجه رابطه ما هم با خودش دائم بتونه تعریف بکنه و ما به عنوان یک یوزری مصرف بشیم که حتی نتونیم دقیقاً تکنولوژی رو به کار بگیریم و اون هم اپراتورهای خودش رو باز در اختیار ما بذاره و یک روندیه که دائم میره جلو. بنابراین این نیروی تعیین کننده واسه هنر امروز با چارچوب فرض توارشناختی که از تکنولوژی گفته. نیروهای وابسته به نهادهای اجتماعی، این اون چیزی که خب به شدت باش سر کار داریم واسه اشتغال آموزش هنرمندان، نقش طبقه، جنسیت، اتنیک، ملیت. این خیلی واضحه که یک نفر که تو سیستم بلوچستان باشه نمیتونه مسیری رو طی کنه، یک طبقه دیگه باشه مسیری رو طی کنه که من در تهران دارم طی میکنم یا کسی در جای دیگه. جنسیت، همه اینها چیزایی که خودش کیس استادیه و قابل صحبت کردن. راند و ثروت در اشتغال افراد به هنر و آموزش آنها. نظام‌های حمایتی، این چیزی که امروز به شدت به سر کار داریم. سیاستمداران، حامیان شخصی، رادیو، تلویزیون، دانشگاه، انجمن‌های دولتی حامی هنر، ناشران، گالریدارها، بنگوهای تجاری، مخالفان و موافقان دولت‌های محلی و ملی و محلی، نوکیس‌هایی که از هنر به عنوان ابزار پولشویی استفاده می‌کنن. یک لیست بلند. نظام‌های واسطه‌گری و قربالگری، باز دولت‌ها، موزه‌ها، جشنواره‌ها، اکسپوها، دو سالانه‌های هنری، منتقدان، نشریات هنری، بازاریاب‌های هنری، واسطه‌های خرده‌پای متصل به قدرت در کشور جدا افتاده از بازارهای جهانی هنر و خب این چیزایی ظاهراً ما خیلی بدیهی، یعنی تمام اون نیروهایی که کسی که در عرصه هنر باشه، چه هنرمند باشه چه نباشه، حتی چه گالری دار باشه چه نباشه، با این نیروها سر و کار داره.
و این نیروها به اون نگاه مارکسیش داره به ما میگه که ما اصلا دستمون باز نیست به عنوان هنرمند که بخوایم مدعی آفرینش در اون اتاقمون چیزی باشیم. چون یک نکته‌ای که باید بهش توجه کنیم، ما راجع به هنرمند داریم صحبت می‌کنیم، از دانش هنری صحبت نمی‌کنیم. از این صحبت نمی‌کنیم که طرف دکترا داره در فلان دانشگاه، طرف از این صحبت می‌کنیم که به عنوان هنرمند نسبتش در جامعه، در بازار برای تقسیم کار اجتماعی چی؟ هنر به عنوان شکلی از تقسیم کار اجتماعی تلقی میشه. تا موقعی که من هر چقدر بدونم چیزی عرضه نکنم، در جای عرضه نشه، در یک نسبتی از روابط درون ساختار میدان قدرت، درون نظام بازار تعریف نشه، هنرمند محسوب نمیشم. مگر دو تا همدیگه شامل همدیگه بشه و بگیم که تو مثلا بابت فلان عکس فلان چیز چه آرتیست خوبی هستی. این تساهلایی که ربطی به میدان هنر نداره. اما میخوام یه قدم بریم جلوتر اون پرسپکتیو رو، یعنی این کلیاتی که بکر بهش اشاره کرد و من این خود بستش دادم، بریم سر این که چی از کی وارد شده. اون خیلی کمک میکنه برای پیدا کردن این ایکس و ایگرگ و زدمون الان توی موقعیت هنر. این آخرش هم که باش خب سر و کار داره، نیروهای ناشی از الگومند کردن فعالیت هنری توسط هنرمندان صاحبان جریانات رسمی. این خیلی دانشجوهای هنر بیشتر از همه احتمالاً که به سر کار دارن که مثال‌ها بابت موفقیت و عدم موفقیت هر چیزی دیگه فلان آرتیست و فلان آرتیست رو این هست. این خودش الگومند کردنه، الگومند کردن نرم تخیلات ماست به عنوان دانشجوی هنر که چطور اول موفقیت رو تعریف کنیم. موفقیت یعنی چی؟ بودن کار یا هر چی. بعد بر اساس اون الگوها موفقیت، یعنی ما دنبال مصداق می‌گردیم، اون مصداق هم در اختیارمون میذارن، از فرض کنید داوینچی بگیر تا مثلا فلان حراجی، این الگوها شکل می‌گیره. خب این جاییه که به نظرم خیلی نیاز به بحث داره و خیلی ما تو موقعیت امروز ایران ازش فاصله بریم، از بحثاش. مرور بر رابطه بین دولت ملت سازی، صنعتی سازی و سرمایه‌داری از منظر سلطه هژمونیک بر عرصه هنر. شکل‌گیری عرصه‌های تازه بوروکراسی حول هنر، چیزی که در انتهای قرن 19 و ابتدای قرن 20 شکل گرفت. خب می‌دونیم از دولت ملت سازی داریم صحبت می‌کنیم، از یک روندی داریم صحبت می‌کنیم بعد از انقلاب فرانسه 1789 به خصوص 1820 تا 1920 و در واقع بحث پیامدش بحثی مثل ناسیونالیسم فلان که به شدت تاثیرگذار بود هم بر اون چیزی که میتونیم بهش بگیم بوروکراسیایی که حول هنر شکل گرفت و هم بر تاریخ نگاری هنر. به همین نسبت صنعتی سازی که در واقع میشه قبلش رفت 1760 از انگلستان 1750 و نسبتاش رو پیدا کرد باز با هنر. اینم باز بحثاش بسیار مفصله به خاطر اینکه در واقع صنعتی سازی حتی در درون خودش به چیزایی گره خورده مثل مثلا فرض کنیم پیکچرسک استعماری، اینکه شکلی از تصویر سازی همزمان با صنعتی سازی همزمان با دولت ملت سازی شکل میگیره که در نسبت با تصور اون انسان صنعتی اروپایی از آنچه در شرق اینا میگذره. این من الان خیلی فرصتش نیست که پیکچرسک استعماری رو توضیح بدم، ولی اینو میشه در خیلی کارهای مثل فریزر دید در دهلی و در خود ایران طرحی کشیده شده در قرن انتهای 18 و 19 و سرمایه‌داری که خب میدونیم قبل از در واقع صنعتی سازی شکل میگیره. یعنی منطق سرمایه‌داری به قول مارکس منطق ارزش افزوده قبل از سرمایه‌داری و حالا اون چیزی که ممکنه به نظر بیاد. خب اینا بر هنر به شدت تاثیر گذارن و اون چیزی که امروز بهش میگیم هنر. خب اولین تأثیری که میذارن که خیلی امروز میشه بهش فکر کرد، کانالیزه شدن سیستم تولید هنری به قصد کسب منافع بیشتر برای نهادها، موزه‌ها و سرمایه‌دارانی که به تدریج درگیر فعالیت‌های هنری میشن، شامل ایجاد بازار رقابتی بین هنرمندان
به خصوص پس از حذف حامیان کارفرمایان شخصی هنرمندان. همین چیزی که بهش میگیم بازار رقابتی امر بسیار تازه است، یعنی یک امریه که انتهای قرن کاملا به نظام سرمایه‌داری و شکل سرمایه‌داری گره خورده، به ساختارهای سرمایه‌داری. اساساً بازار رقابتی به خاطر این شکل میگیره که اون ارزش افزوده‌ای که سر تولید هنری شکل میگیره بتونه اون مقصد خودش رو پیدا کنه. شکل دادن به نهادهای بالاسری خاص تولید هنری، متمایزسازی کار هنری، تولید سرمایه‌دارانه این هنر از کار غیر هنری با توجه به انعطاف پذیری تولید هنری برای تضمین ارزش افزوده بالاتر با توجه به خاص‌بودگی، زمان‌گریزی و کمیابی تولیدات هنری. این نکته بسیار مهمیه. اساساً اینکه کار هنری از کار غیر هنری متفاوته که یک باور عقل سلیمی هم تعریف شده در ما تبدیل شده، برمیگرده کاملا به خاستگاه سرمایه. یعنی اگر ما وقتی که به قول مارکس ما از فرایند در واقع تولید یک کالا صحبت می‌کنیم، ما با دو تا بحث در کار داریم، یک فرایند کار، یکی فرایند ارزش افزایی. فرایند کار شامل این میشه که شما یک پولی میدین، یک متریال مثلا واسه یک لباسی می‌خرید، پول کارگرش هم میدید و اونو میسازه. فرایند ارزش افزایی اونیه که شما به عنوان کسی که وسایل تولید و وسایل خیاطی و ماشین آلات و فلان در اختیار اون نیروی کار گذاشتید، میزان سود خودتون رو کجا قرار میدید؟ یعنی وقتی که اون هزینه رو عجیبتون کردید، خب حالا چقدر روی اون قراره که استفادهتون رو ببرید؟ اون استفاده بردن همون چیزیه که به در واقع بحث مارکس راجع به استثمار نیروی کار برمیگرده. در منطق اقتصاد سیاسی مارکسی اون ارزش افزوده، اون رقمی که شما بالاتر اون کالا رو تولید و ارائه میدید برمیگرده به پارامترها برمیگرده. به خصوص مثلا اینها در ابتدای قرن 20 که مثلا فرض کنید با احزاب کارگر در انگلستان شکل گرفتن مثلا 1905 و بعد دو شکل‌گیری اولین جرقه‌های دولت رفاه مهم شده بود، به خاطر اینکه یه سری پارامتر تعریف میشد برای اینکه کارگر استثمار نشه. این سختی کار مثلا فرض کنید